انگرین از شهرهای زیباترین ولایت تاشکند به شمار می رود. او در کوهپایه جایگیر است. شاید از همین سبب طبیعتی دلارا را داراست. در شهر نمایندگان ملت‌های گوناگون دوست و برادر امور به سر میبرند. در مکتب‌های تعلیم همگانی برابر مکتب‌های ازبک و روسی تعلیم و زبان تاجیک هم راهگذاری شده است. با تشبث اهل علم و ادب در این شهر محفل شعر و ادب سپید دم تأسیس شده است. برای ما تاجیکان ریسپوبلیک ازبکستان به حد شرایط ها حکومت دولت آفریده است که یکی از آن نشانش در همین که ما در شهر انگرین با راهبری استاد فرهاد اسامیدین و روزیبای قربانیان محفل ادبی سپیددم را تأسیس نمودیم. امروزها بعد از که جوانان را دعوت نمودیم، هر یکی آنها در هر ساحه شعر می نویسند، غزل می نویسند. در ساحه نثر نیز امروز کامیابی ها به چشم رسیده ایستاده است. مقصد و مرام اعضای این محفل زنده داشتن و ادامه دادن نظم و نثر و موسیقی سنتی تاجیکی است. تا حال محصول خامه اعضایان محفل دوبار در شکل مجموعه‌های دست جمعی نشر گردید. حق به جانب رودکی است که گفته بود هر که ناموخت از گذشته روزگار نیز ناموزد ز هیچ آموزگار. آموزگار این حیات است. ما از حیات می‌آموزیم و حرکت میکنیم که به حیات برگردانیم. مدت 10 سال شده است که ما اگر این محفل ادبی بدیهی فرهنگی را آغاز نموده باشیم، زیاده از 20 کتاب تالیف نمودیم و به خوانندگان پیشکش نمودیم. ما البته خیلی جوانیم نسبت دایره های ادبی بخارا، سمرقند، ترمز، فرغانه ما جوانترین هستیم. لیکن ما با وجود آنکه کم شمار هستیم، جوان هستیم، لیکن حرکت داریم که ما هم از این محفل های از دایره های ادبی قفا نمانیم. این محفل نه تنها در انگرین بلکه در دیگر شهر و ناحیه های جمهوری اثری بارزی گذاشت. آنها چه در موضوع وطن مادر، دوستی، صداقت و وفا و عشق پیوسته ایجاد می کنند. موضوع رنگارنگ ولی هدف یک است: پاسداری زبانی مادری و همزمان زبانی دولتی. برای این شهر انگرین برای من عزیز شهر است. من این شهر را خیلی دوست می‌دارم و به وصف این شهر شعر نوشتم که چنین است با زبان ازبکی: جاندن عزیز güzel şehrim can Angrenim. Altın kömür boyliklarga kan Angrenim. Quchog'ingda yasham o'sdim shodon baxtiyor. Shul qo'shig'im qabul etgil can Angrenim. Yam yashildir gulbog'laring, porlar quyoshing. Ohangaron duken soying payvasta qoshing. Turli xalqlar bag'ringdadir umr yo'ldoshing. To'kin soching dasturxonda non Angrenim. Yetti fursat men matingni ko'ylayin nuqul. Jamolingga maftun bo'lib ochdim men ko'ngil. Xazinalar darvozasin ochibon butkul. Gulla yashna kamol topgil jon Angrenim. Shul qo'shig'im qabul etgil jon Angrenim. برای شکرانه همین سرزمین کمر ببستم که تمام شاعر و ایجادکارانی که در همین ریسپوبلیک پهناورمان زیست و زندگانی میکنند پس از استقلالیت شعرهای در وطن بخشیده ایجادکاران را گردآوری نموده با نام شکرانه بر وطن را برای 28 سالگی سالگرد ریسپوبلیک ازبکستان تحفه نمایم. گویمت خرم زمینی ازبکستانی منی،
ملک نعمت آفرینی ازبکستانی منی. مدح تو میگویم و دانم نه ارزد ذره، نیست مثلت سرزمین ازبکستانی منی. اسپیتامان تو مریض تیمور و بابور داری تو، هم قوی و هم متینی ازبکستانی منی. شد گلستان معرفتگاه از کمال علم تو، سروی تنهایی برینی ازبکستانی منی. یاد تو بنمودن امروز فرض باشد بهر من، سرزمینی بهترینی ازبکستانی منی. مدح تو میگویم و دانم نه ارزد ذره، بر دل و جانم قرینی ازبکستانی منی. شکر حق کن شهرتا، مدحی وطن میکن مدام، از همه زیباترینی ازبکستانی منی. تأسیسگر محفل سپید دم استاد فرهاد اسام‌الدینов 75 ساله شد. استاد پروفسور اکادمی علمی بین الخلقی، اکادمیک اکادمی فنهای توران محسوب می‌گردند. زیاده از 50 نفر شاگردان مکتبی و دانشگاهی استاد در المپیادهای فنی سزاوار جایهای فخری گردیدند. استاد فرهاد اسام‌الدینов الحال به صفت دادسنج دانشگاه دولتی فرغانه فعالیت مهنتشان را ادامه داده از فن تاریخ ادبیات تاجیک به دانشجویان رویه تاجیکی فاکولته فیلولوژی سبق می‌آموزانند. اولین شاگرد من فرهاد اسام‌الدینov بودند. من امروز فرهاد اسام‌الدینov یکی از ادبیات شناسای بهترین خصوصا در شعریت و ادبیات شناسی تاجیک موقع اساسی را اشغال میکنند. از طرف اینکه چهره‌های انگرین نام رساله اعلام کرده شد که این دوام کار کلاسیک بابرنامه مجالس نفایس برای یک کتاب ارزنده 250 نفر چهره انگرینی ها در اینجا نشان داده شد که این یک نتیجه بهترین بود. به مناسبت 75 سالگی استاد در شهر انگرین چاره‌بینی برگزار کردید. برای تبریک فرهاد اسام‌الدینov از تمام گوشه و کنار دیارمان عالمان، ادبیاتشناسان، شاگردان استاد تشریف آوردند. همزمان از تاجیکستان هم پیوندانشان حضور داشتند. ما از زادگاه استاد فرهاد اسام‌الدین به روی تبریک استاد از زادگاه شاعر عادل محمد مدنی پانغازی و آرام پانغازی آمدیم. استاد را جشن 75 سالگی مبارک باشد. دان قدر خودت مثال خس خار مشو، مرکب نهی تو وزیر هر بار مشو. هر کی بیشایی بیرم نگهبانت خدا، بی ملت و بی زبان و بی آر مشو. استاد یکی از همین شخص ها که برای ملتش، برای زبانش، برای اهل، برای دولت یک فعال همین تاجیکای ازبکستان هم خطا نمیکنم. مؤلف کتاب‌های درسی زبان تاجیکی برای صنف‌های 5، 8، 9 کتاب و رساله‌های عنوان‌های ادیبان، o'zbek adablarining unvonlari, zullisonayn adiblar, gulchin abyoti barguzida, چهره‌های انگرین در هم‌مؤلفی، اسرار رقم‌ها و غیره در نشریات‌های گوناگون ازبکستان به تب رسیدند. فرهاد اسام‌الدینov مؤلف بیش از 150 مقاله علمی اسلوبی و معرفتی می باشند. حق استاد از پدر بیش است و از پدر استاد در پیش است.
گر پدر از حیات بهره دهد، استاد از نجات بهره دهد. گر پدر تربیت کند 100 سال، ناز و نعمت تو را دهد به کمال. نروی تا به خدمت استاد، علم و عرفان کجا بگیری یاد. من حق دارم که یک عمر خدمت استاد کنم، چرا که 5 سال برادروار پدروار سر من سیله کرده، با پند و اندرزهای خودشان به من و کل شاگردان موعظه ها، نصیحت ها برای در کار و بار آموزگاری تا چه اندازه زحمت کشیده فرزندان خلق را همچون انسان کامل تربیت کردند. البته رهبری راهنمایی نمودند. امروز بینید که از هر ولایت جمهوریمان صدها شاگردان با فخر میگویند که من شاگرد استاد فرهاد عصام‌الدین هستم. هر صحفه حیات و فعالیت استاد تجربه و پند زندگی برای شاگردان است. استاد عمری عزیز خویش را صرف بر کمالی معنویات شاگردان نموده در این سمت یک چند اثر و مقالات تحقیقاتی و درسی و اسلوبی تألیف نمودند که برای خودشناسی و هویت ملی، پاس داشتن ارزش‌های ملی نیاگان از جمله زبان و ادبیات فارسی تاجیکی نگرانده شدند. استاد زیاده به من حق استادی دارند، زیرا که اسرار علم و ادب را من از استاد آموختم و از نام یک سرلشکر بزرگ اسکندر مخدونی در حق استاد خود چنین گفته است که من امروز اقتباس آوردن همان گفته اسکندر مخدون را لازم میدانم. اسکندر میگوید از معلم خویش آنقدر قرض دارم که از پدر خود. از پدر حیات گرفتم ولی از ارسطو به چیز مالی گشتم که میتوانم حیاتم را یک عمر نکو گذرانم و من همچنین گفتنی هستم که از استاد آنقدر قرض دارم که علم و ادب را آموختم و خرد را آموختم و به این وسیله میتوانم حیاتم را یک عمر نکو گذرانم و از استاد منتدار هستم. و در آخر میگویم که ای معلم، مرد صاحب احترام، نیک سیرت، نیک نیت، نیک نام، از تو بگرفتم سبق در زندگی، از تو منتدار هستم من مدام. بگذار استاد 100 ساله شوند و 100 سالگی استاد را همین خیلی با خرسندی جشن گیریم. ما از این فیض استقلالی که در جمهوری ما قرار دارد به پرگی برخوردار هستیم. شهر فرغانه گروه‌های زبان ادبیات تاجیک شده شد و مرا به آنجا تکلیف کردند و سال دوم است که من در آنجا مهنت میکنم و به فرزندان تاجیکی ازبکستانی از زبان ادبیات تاجیک درس میدیم. این افتخار است، این فخر است که در فرغانه که 70 سال منتظر کشاده شدن همین گروه بودند، سال گذشته همین گروه کشاده شد و من خوشبخت هستم که مرا تکلیف کردند و من در آنجا مهنت میکنم. لیکن علاقه من با دایره ادبی انگرین کنده نیست. ماه یک مرتبه من اینجا می آیم و همراه ادبیات دوستان جوانمان این محفل را در اینجا میگذرانیم. برای همین هم برای چنین شرایطی که با ما حکومت ازبکستان فراهم آورده است از دل جان با آنها منتداری بیان میکنیم. از چهره پرنور نشاط استاد همیشه جلای مهر هویداست و دیدارشان دل را منور می کند. فرهاد عصام‌الدینوف رسم خوبی تاجیکانه را ادامه داده آغوش می گیرند و برای دیگران نیز آداب معلومات را می آموزاند. دوست آید گرم در آغوش گیر. رسم خوبی تاجیکان را گم مکن. استاد نه به خاطر سن سال و یا عنوانهایشان صاحب احترامند، بلکه هم زبانی، هم دیلی، هم اندیشگی و از همه مهمش انسانیگری و معاملات خوبی انسانی استاد را ارجمند گردانده چون غواصی ماهری بحر زندگی به اوج کمالات رسانده است. وطنم به من معلومات داد، وطنم مرا پرورش کرد. من تا جان دارم البته برای وطن خود خدمت کردنم در کار. رودکی گفته بود بروز تجربه روزگار بهره بگیره که برای دفع حوادث را به کار آید.
من هم از حیات میگیرم و به حیات برگردانده میتیم.